عزیزانم چتونه آروم باشین، من اینجام که مشکل شما رو حل کنم. آقای دکتر تو رو خدا به دادم برس، مگه من از این زندگی چی میخوام؟ خانم آروم باشید لطفاً، درست میشه. تنها خواستم اون یه بچه هست که اونم خدا بهمون نمیده، نمیدونم چرا. منم از دار دنیا آرزوم فقط یه بچه است، یه بچه تو خونه راه بره صدام کنه. یک سال مدام باید آزمایش‌های مختلف انجام بدین و جلسات رو بیاین و داروها رو مصرف کنید، هم شما ان شاءالله به لطف خدا بچه دار میشید و مشکلتون حل میشه. دست شما در نکنید. چشم. خب ببینید بعد یک سال جلساتتون تموم شد. ببین چیزی که من دارم تو آزمایشتون میبینم هم مشکل نازایی شما هم ناباروری شما حل شده. دیگه اینجا بعدش لطف خداست دیگه. ان شاءالله که بچه دار شین و منم دعا کنم. خیلی ممنونم دکتر جون، لطف کردی، مرسی. انشالله که خدا هم میخواد واسمون، واقعا ممنونم. دکتر من دست شما رو میبوسم، درمانتون عالی، بچه دار شد. خدا رو شکر، خدای شکرت مبارک باشه. خانم فقط شما چرا داری گریه میکنی؟ اشک شوقه. نه آقای دکتر، گریه من واسه اینه که ایشون بچه دار شد ولی من نشدم. مگه زن و شوهر نیستین؟ خب این بچه شما هم هست دیگه. نه بابا زن و شوهر نیستیم که. یعنی چی؟ ببین راستیتش همون جلسه اول که جلو درشون دیدم هم مشکلیم، بعد بهشون گفتم میشه من با شما بیام تو، بعد موافقت کردن. بله. هر سری که با ایشون میومدم تو شما فکر می‌کردیم ما زن و شوهریم، از من پول ویزیت نمیگرفتید، یعنی کلا پروسه درمان واسه من رایگان افتاد. با این حجم لاشخوری بچه میخوای چیکار؟ حالا اینم مثل باباش زرنگ میشه.